حالتون خوب هستن؟ اهل بیتون قرار کل شوش بود. بسم الله الله کنه که در جان ما تو برکته همه خوب است. اینجی نازی خواه نداره کار رفته ایستی در جایی در چیکار برشون مردم. ساعتی کودکو را مکتب میبریم. بعد مکتب باز چکو میکنیم میریم از دمی رزق روزی. علیکم السلام و رحمت الله. که اصلا سوزی دین زنگ زده بودی در سفر بودم اکا یک شهر دور را نه اومدیم از شب ساعتهای یک اومدم ده یکی شب خوب سه برادر همه تینجه نازی. علیکم السلام و رحمت خدا. علیکم السلام و رحمت خدا برادر خوب هستی؟ اینجا کارکاتون خوب هستن؟ بجور هستی؟ چی گب خبرچی نگیره بچه رو داری مردم. الحمدلله سوز تنج شکر پروردگار زندگی خوب از دمی مرز خروزی جلدکسی سر خطی کودکو را مکتب میبریم میریم بعد باز از دمی روزغار میشیم. کامل نوشته که بسیار شخصا شما را دیده نمیتونن چون شرمنده هستی. خوبترش بس که یکمش که این یوتیوب خانه خشتوار یگانتش نیست. دیمش که کسی نمیخواهد تماشا نکنه این نرمال نه. سیمش که الحمدلله خانه یگان کسی نرفتم زینا نکردم دزدی نکردم و غارت چون نکردم. هر قنج که از پسی من گاو میزنه خودش یا حرام خور است یا زیناکار است یا خدا به خبر. علیکم السلام و رحمت الله. خب الله لعنت کنه مشینی که حرام خوره خیانتکاره و بعد از همه تهمتی شه. یا من باشم یا شما دوستای خدا. کامل ایده میکار جو بچه خیش. خب علیکم السلام. علیکم السلام بچه دارم. یوسف بیارش همه جای کار انشاءالله رکلامش میکنی چی بینید. برادر یه ساعت بعد میتونی بیاریش انشاءالله. علیکم السلام بچه های اسفره باشی.
علیکم السلام برادر. بله حقیقت 2 روز پیش elhamdülillah soğuz seni şükür azim evres kıruzi bismillah gıta بعد bomdud bulmadım. البته سهر میشه کودک رو مقطع میبریم مقطع میکنیم یوریم میده با شکو میکنیم باید میرس خروزی میشیم. Привет. Allah baraka بود. رستم الله لعنت کنه ماشینی که باید تهمتگر شد. این دعاهای نیکی هستن که نه هر جوان مرد همو میدین. و موی سر بومده است برادرم. علیکم السلام و رحمت خدا برادرم. علیکم السلام و رحمت خدا. علیکم السلام و سلامت باشه پیش الله. علیکم سلام. برای چی بلاگر ما با هم دیگر اتوید میتین حکما کنه میدونم اتوید چونه میتیم یعنی که ویدیو نکردم هیچ که با خاطر اونه که این کار یک جلبی قنچقی پسترین خدمانو نشون میتیم این طرف بلاگر را که رسمات ندارن قور برا ندارن ایدسته خدا بخبری کار میشه آدم خیلی خدا بخبر میشه که ایش باید اتوید بزیر قور بالا کنه ملت پس بزنن نومی وطن پس بزنن نومی تاجیک پس بزنن و علال خصوص نومی بلاگیرو را پس بزنن. الحمدلله بلاگیرو هستن که سفیر خودشون کار ندارن بیزنس خودشون پیش میبرن کار و بار خودشون با هیچ کس کار ندارن در یک چیز همه را خوش کردن در خونه است. بعضی قنچقای هستن که شما خودتون میبینی چی در کارم بردن و وردن وقتی حقیقت میبینی باید همه را خوش نکنی نه هر کسی کار میکنه. ای برادر اوپل هم صاحبش پرسه اوپل آخی همه شما خودتون مالخر هستی مال دیده گرفتی با چی در کنم گپ خبر زیادی من نگریختم بگیره آدماشون بیاین یا خیش دواشون روی کنن با آفیس منه هیچ که آدم خیر نیست بیان بگیرن اگر گناهگار باشیم جزا بتیم برون. قنچخا برین با یک قنچخی گشت بومده گاو میزنن این روی جوان مردی نیست. راست مردی ما بسیارش بیعقله بکدم خاطری که نمیفهمه روی اکران برارم خیالش که یکم پرابلم حل میشه وقتی که فقط دلیل در دست داری پروا نداری
تو در اکرام برام جونو میدم و حاضر میخیزن که من کارتا میکنم آکی باید دینه دیگه علیکم السلام و رحمت الله برادران علیکم السلام و رحمت الله مزه شما نیست که رکلام میکنید تو بینواتی من رکلام مثال میگم برادران میگم که این همینجا کار بیا کار کنی وقتی آدم کار کنی میاد میگم که بیای 50,000 میگیری در حالتی که مثال میگم ای ساعت های گفتگیشو تا گفتگیش کار کنی ارشیبکه نکنی 50,000 میگیری وقتی که شما اومده ای ساعت گفتگیشو تا ساعت گفتگیش کار کنی یگان نروشی نکنی 50,000 تو یا 20,000 یا 100,000 گفته باشیم ندادیم значит اون محل ما چیکار میکنیم گناهگاریم البته در حالتی که شما در بین ساعت‌های گفتگی ارشیبکه منی دزدی منی دروغگویی منی عاشقی منی جنگ جنجال منی شما را سر میکنن یا ما تماما گناهگار نیستیم هر چیزی که ما را اکرام میکنیم با خاطر خدا دوای جواب میگیم ولی شما دیگه یا خیلی پریستوید نمیکنه که من برای لیچ من در خودم میگم برای رکلام چقدر زحمت میکشم چقدر او آدم ایلک میبیزم بعد میخیزم رکلامش میکنم که پگه روز نیان در این کارخونه من یا که در یک بلاگر بران که بابا جون رکلامش کرد مثال گفت که مثال بگیم یک اویاکه سر رکلام میکنی و میگیرم مردم کیداد میکنه سومشونا انا برای که هم کیداد نکنه من از ایلک بسیاری به هم میبیزم تو چکو کنه پگه روز مینوس من نیاوان به حد اکورات کار میکنم در این مسئله رکلام چی بالنیسش میکنم چی ملیسش میکنم سیش که نباشم اما خیلی رو همه وقت میگن همین کدمه میخورم که گپ داشته باشی دوستای خدا بیای پیش کارخونه من مینوسام و در اون بگی که بابا جون ایجا مینوسای همه کچ خیلی کردن در کار همه تکدگی خیلی جواب میگوید همینطور خانچق برای گاو میزنن شستگی کایم کمیتره خودشون پر از گناهان از عقل اخیرش نمیگیره که همیشه چی فرق داره فقط گپی بسیار یک خرابار یکمی گپ دکی در کار میگن همیه الله همه ما رو یاد علیکم السلام و رحمت الله دوشن بس بله الحمدلله ما خوب همه تنجی با چجون فرماتیم سکلاد صبور البته ایلک بیخته بدیم به کدوم خاطر که در اوجا مسئله سونگ شد اوجا مسجد است اوجا قریب زیاده یکنیم از آدم کار میکنه در اوجا مسجد شگر در اوجا نمازخانی همه شرایطاش تینجا پروسا چورت دینه اومده دارن جنگ جنجال دختنه برمدن برفتن شگر اوجا قریب همه مسلمان ها کار کردن توجیکا اوجا حتی سیمیه ها زن شوهر کودکاشون کار میکنن برای کار سبک کودکای 17-18 ساله هم کار میکنن که برای پزکان اجازت گرفته نیست در کار
و اون خاطر کار میکنن الحمدلله زندگیش یافته هستن. اما از روی بعض بلاگران قنچق اون روز که اپشی ندور اومد برای که بسیار رکلام کردن اما یا کارای مقصد سکلادی خیلی اینترس نشید که بریم چی گپه مثلا میگم یا رایون های همون رایونش همون بگیم میخرن بسون مثل که چیکار میکردن به حجتور هم کار میکرد ایرو همه اون به حجتور را زدن سر کردن دپارتاسیونش اونجا شخصای دپارتاسیون 5 ساله و یا امرار هم کار میکرد ویدوارینی هم کار میکرد. اما ایروی بلاگر قنچقی ما علال خصوص ایوب و اسم شریفوف خیستن چیکار کردن اون زدن مردم سر کردن ای کار به کار شدن اون کبران خطیبی از همه یک تشه کار بیاون همه در بدر خاک بسر شد رفت اون خیلی معاش برداشت یعنی 120,000 مردم کار کردن. اداو مبینی که کار میکنن یگان مشکلی میشوه یک از عشقی مینه و قنچقی مینه اونجا شرط نیست که همه اسکلاده جزیر کنی همه اسکلاده بدنام کنی درست درش شکر شخصانی با آبرو کار کرده سودیان از اونجا حج میرن میان وطن میرن میان توی کردن کودکاشون بچه هاشون از زن دادن دختراش شوهر دادن اونجا 120,000 معاش میده نیست در این محل. بعضی آدم در یک جای کار نداره یک کارش میگوی من اونجا کار نمیکنم اونجا آیلکش کمه که خودش در حالتی که اون کاری 50,000 نداره با 120,000 آیلک یعنی روزی کاری 4,000 میغلطه جو میکنه در این زمان نیازی سخت خیتری هستم که هیچگاه های تمام شوی ندارم. بله جای سبو رازی کدمیست که پد مسکوه پاتین داری برای 120,000 آیلکتون میتین ای ساعت 7 سهر تا 7 بیگاه کار میکنی ای 7 بیگاه یعنی 2 سمینه یک کروگلاسوتش نه ای 7 بیگاه تا 7 سهر ای 7 سهر تا بیگاه در بین همین 12 ساعت 2 ساعت بعد 15 منوتی و 10 منوتی پریکور بعد دیوای یک ساعت عبیت های کسی نماز میخونه نماز شبا بریم بخونه هیچ کس چقش نمیشه برادرو هیچ چیزی هست که ریال نه هست و دستوید میکنه. چه خوش باشد که بیاییم و بمیریم برای دوست جاودان بمیریم برای دوست جاودان بمیریم برای دوست جاودان بمیریم. چه خوش باشد میدونم اوجا پیش معاشش کم بود مثل میگم 1000 چند سون بود اساسا همه 2000 کردن 2300 کردن مقصد اساسا معاش بلند کردن حاضی 4000 کردن الحمدلله از معاش 4000 کردن. بسم الله الرحمن الله خیر تمتیم. برادرای تیرویم برادران خند نباتون پناهتون بر خدا گفتیم صبح بخیر بگم با شما بعد از دمی کارشیم هر نفری که میخواه پیش حجامه بابا جانش رو داشت بیاد انشاءالله بیایی برادرها در جای من خدمت گپ داری بیایی هم حجامه میکنیم هم نامد نوشته میشه و هم دیگه خدا کنه که اگر که بعد حجامه نامد نوشته شی نامد تلفنت اگر در حالت قرعه کشی
نامت غلطید انشاءالله حجی فرضی میره خود زن باشی خود مرد اما بودید نو ترسیده به الله همه ما را نگهبان باشه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.